أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از کتاب از علم صرف، از کتاب الآجرومیه 12 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 13 را از این کتاب الآجرومیه به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب میگوید که باب الحالی یعنی باب در مسئله حال صحبت میکند. پس حال همچنین یکی از منصوبات است. ما و شما منصوبات را شروع کردیم، گفتیم در 14 جا اسم منصوب می باشد. از آن 14 جا فقط 4 جایش را گرفتیم. یکم جا مفعول بهی که منصوب می باشد، با تفصیل درس گذشته گرفتیم. و دویم مفعول مطلق که اون را مصدر میگویند، همچنین مصدر منصوب می باشد، این را همچنین با تفصیل گرفتیم. و سوم ظرف زمان و چهارم ظرف مکان. این 4 تا را در درس گذشته با تفصیل بیان کردیم. اکنون امروز درس ما و شما 5مین جایی که اسم منصوب می باشد. میگوید که باب الحالی، باب در مسئله حال است. یعنی 5مین جایی که اسم منصوب می باشد اون حال است. حال چی است؟ اولا یک مثال بنویسیم تا اینکه برای ما حال واضح شود که حال یعنی چی. مثلا من میگویم که رأیت زیدن ضاحکا. یعنی چی؟ یعنی زید را دیدم در حالتی که خنده میکرد. حالتش همین بود که خنده میکرد. دقت بتید، رأیت زیدن ضاحکا. یعنی چی؟ یعنی زید را دیدم در حالتی که زید خنده میکرد. پس برای ما و شما رأیت زیدن تا اینجا اعرابش واضح است. یعنی رأیت فعل و فاعل است، زیدن منصوب است به خاطر آنه که مفعول بهی است. یعنی زیدن برای چی منصوب است؟ به خاطر آنه که زیدن مفعول بهی است. اما ضاحکن به خاطر چی منصوب است؟ درس امروزه ما و شما این ضاحکن را میگویند که حال. این ضاحکن چی است در اعراب؟ در اعراب حال است. یعنی حال آمدن زید را حال دیدن زید را بیان میکند. مثلا من زید را دیدم، شاید در وقت طعام خوری باشد، شاید در وقت راه گشتن باشد، شاید در وقت نماز خواندن باشد، شاید در وقت گپ زدن باشد، شاید در وقت خواب باشد، اما معلوم نیست. وقتی که من ضاحکن صفت حال را بیان میکنم، ضاحکن حال است، حال را بیان میکنم، پس انسانی که از من شنید که من زید را دیدم دیگر میداند که من در حالت زید را دیدم که زید خرسند بود، میخندید.
یعنی زیق نبود، در حالت خندیدن بود. دقت دادید؟ پس انا همین ضاحکن را در زبان عربی، در اعراب، در گراماتیکا نامش حال است. اکنون میخوانیم صاحب کتاب درباره حال چی میگوید. میگوید که الحال، یعنی مسئله حال رو بیان میکند. میگوید هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهیئات. یعنی چی؟ یعنی میگوید حال هو الاسم، یکم شرطش همین است که باید اسم باشد. پس حرف حال شده نمیتواند. ما گفتیم کلمه به 3 قسم تقسیم میشود: اسم و فعل و حرف. حرف حال شده نمیتواند، فعل همچنین حال شده نمیتواند. حال چی بوده است؟ یکمش همین بوده است که اسم بوده است، یکم اسم. دوم حالت اعرابیش بیان میکند. یکم نوع کلمه را بیان کرد که نوع کلمه که حال میشود اسم است، پس ضاحکن اسم است. دوم حالت آخری کلمه را بیان میکند. میگوید که المنصوب، حالت حال آخرش منصوب می باشد. آخرش چی می باشد؟ منصوب می باشد. دقت بتید: رأیت زیدن ضاحکن، رأیت از زیدین، از زیدین ضاحکین. ضاحکین منصوب و علامت نصبه الیا لانه مثنى. رأیت از زیدین ضاحکین. دقت دادید؟ مقصد از مثال ها را آوردن همین است که وقتی که ذوالحال صاحب حال مفرد باشد حال مفرد میاد، مثنا باشد حال مثنا میاد، جمع باشد حال جمع میآید، لیکن حال در همه صورت منصوب است. حال در همه صورت چی است؟ منصوب است. یا منصوبش به فتحه باشد یا منصوبش به یا باشد، چطوری که در مثنا و در جمع مذکر سالم بیان کردیم. بعد از این میگوید المنصوب. دویم شرط حال همین بوده است که باید منصوب باشد و سوم شرط حال همین است یا فایده حال همین است که سوم فایدهش بیان میکند. میگه فایدهش که المفسر، یعنی تفسیر کننده است. چرا تفسیر میکند؟ یا بگوید بیان کننده است. چرا بیان میکند؟ لمن بهم من الهیئات، هر آن چیزی که پنهان ماندگی است از هیئت. هیئت یعنی در حالت انجام دادن فعل یا در حالت واقع شدن فعل همون انسان چی طور بود، در کدام هیئت بود. وقتی من میگویم رأیت زیدن ضاحکن، پس ضاحکن حالت واقع شدن دیدن را بیان کرد که وقتی که من دیدم میخندید. اگر من بگویم که رأیت زیدن باکیان، یعنی زید را دیدم در حالتی که زید گریه میکرد، پس حالت واقع شدن فعل را بیان میکند. مفسرا، المفسر لمن بهم من الهیئات، تفسیر کننده است از آن چیزی که پنهان ماندگی است از هیئات. مثلا من بگم رأیت زیدن، زید را دیدم، خلاص، اما در حالت دیدن من زید چیکار میکرد معلوم نیست. در حالتی که من زید را دیدم حالتش، هیئتش چی بود معلوم نیست. اما وقتی که ضاحکن حال را بیان میکنم، پس اون چیزی که از هیئتش است در حالت واقع شدن فعل، صادر شدن فعل، زید در کدام حالت بود اون را بیان کرد. از این حساب میگه لمن بهم من الهیئات، اون چیزی که پنهان ماندگی است و من الهیئات از هیئت. اکنون صاحب کتاب برای ما و شما مثال میدهد. میگوید که نحو قولی که جاء زید راکبا، جاء زید راکبا. دقت بتید، میگوید که آمد زید، جاء زید راکبا. جاء زید کلام پره شد، یعنی آمد زید، اما چی طور آمد؟ پیاده آمد، سواره آمد، گریه کرده آمد، خندیده آمد، چی طور آمد؟ اینش معلوم نیست. وقتی که میگوید که جاء زید راکبا، پس با این کلمه راکبا بیان کرد که زید در حالتی آمده ایستاده است که در حالتی آمد که سواره بود. دقت دادید؟ یعنی که پیاده نیامده است، سواره آمده است.
یا مثلا میگوید که جا زیدون ماشیان یا راجلن، یعنی آمد زید پیاده با پایهایش آمد. دقت دادید؟ یعنی حالت واقع شدن فعل را با راکبن یا ماشیان یا راجلن بیان کرد. پس این راکبن، پس میگوید جاء فعل ماضی، زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد، راکبن منصوب. چرا منصوب است؟ لانه حال، زیرا اینکه راکبن حال است. حال کی است؟ حال زید، یعنی آمدن زید چطوری که هست انا همون رو بیان کرد. پس معلوم شد که حال از فاعل می شده است. باز چی می شده است؟ صاحب کتاب مثال دوم میارد، میگوید که ورکبت الفرس مسرجا، ورکبت الفرس مسرجا، یعنی که سوار شدم اسب را در حالتی که اسب مسرج بود. مسرج یعنی زین داشت. دقت دادید؟ رکبت فعل فاعل، الفرس مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره لانه اسم مفرد. مسرجن یعنی چی؟ یعنی اسب زیندار. برای چه مسرجن منصوب آمد؟ به خاطر آنه که مسرج حال است. حال از کی است؟ ما در اینجا دو تا اسم داریم، یکیش رکیب تو اسم است، یعنی من سوار شدم من. فرس اسم است. پس مسرجن اسم کی است؟ حال کی است؟ حال فرس است، یعنی حال اسب. اسب زین داشت که من سوار شدم. اگر یک انسان بگوید که رکبت الفرس، یعنی سوار شدم اسب را، پس ما شاید فکر کنیم که اسب را بیزین سوار شده است، یا شاید اسب را زیندار سوار شده است. یعنی حالت سوار شدنش برای ما معین نیست. وقتی میگوید که مسرجن، پس با این حال، با این کلمه مسرجن قطعی حالت واقع شدن فعل رو بیان کرد که در حالت سوار شد که اسب ذهن داشت، اسب زین داشت، در بالاش زینش بود. پس میگوید رکبت فعل فاعل، الفرس مفعول به مسرجن حال است. دقت دادید؟ مسرجن چی است؟ حال است. حال از کی است؟ حال از اسب، از فرس. برای همین خاطر منصوب است. پس میگوید که مسرجن حال منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. بعد از این میگوید که بعد از این صاحب کتاب میگوید ولقیت عبد الله راکبا. این سیوم مثال است. هر یک مثال ها معناهای خودش را دارد. میگوید که و رأیت عبد الله راکبا، یعنی دیدم ولقیت عبد الله راکبا، یعنی وا خوردم با عبدالله قطعی، عبدالله نامی آدم، عبدالله را دیدم میگوید راکبا سواره. اکنون دقت بتید، ولقیت فعل فاعل است، عبدالله عبد مفعول به است و مضاف، اللهی لفظ جلاله مضاف الیه. خب راکبا حال است. حال کی است؟ در اینجا ما دو تا اسم داریم. یکیش که لقیتو، تو دیدم وا خوردم من، یک اسم من. دویم عبدالله، دو تا اسم است. اکنون راکبا حال کدام اینها است؟ از من هست یا که از عبدالله؟ از لقیتو یعنی از ضمیری تا ضمیر متصل است، حال ضمیر متصل است، یا حال عبدالله است؟ حال کدامش است؟ دقت بتید، این بسیار مسئله مهم است. در اینجا راکبن را ما می توانیم که حال از من بگیرم، لقیتو از تو ضمیر متصل، یعنی بگویم که دیدم من عبدالله را در حالتی که من سواره بودم، مثلا در داخل ماشین بودم یا در بالای اسب بودم، یعنی من سواره بودم عبدالله را دیدم. پس در این صورت راکبن حال شد از تو، لقیتو الضمیر، حال ضمیر شد، یعنی حال من، لقیتو وا خوردم من
حال من شد. دقت دادید؟ پس بیان کرد در حالتی که من سواره بودم عبدالله را دیدم، اما نمیدونیم عبدالله چیکار میکرد، زیرا که حالش بیان نکرده است. یا میتوانیم بگوییم که لقیت عبدالله راکبا، واخوردم عبدالله را در حالی که عبدالله سوار بود. در این صورت راکبا حال میشود از عبدالله. دقت دادید؟ در این صورت هر دشته حال شده میتواند، پس این حال یک تا اینها است. پس میگویم از دویمش است یا میگویم از یکمش است، وابسته به قرینه. قرینه یگانه علامتی که بیان بکند که این حال از یکم است یا از دویم. اگر قرینه نباشد این را حال دویم میگیریم. و حالتی که من عبدالله را واخوردم عبدالله سواره بود. دقت دادید؟ پس میگوید که ولقیتو، لقیتو فعل و فاعل، عبدالله، عبد مفعول به، الله لفظ جلاله مضاف الیه، راکبا، راکبا چی است؟ راکبا حال است، از این حساب منصوب است. پس میگوید که راکبا حال منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. دقت دادید؟ یک مثال دیگر میارم تا اینکه معین شود بین حال از فاعل است یا از مفعول به. دقت بتید. مثلا من میگویم که لقیتو هندن راکبا راکبتن. دقت دادید؟ یا که مثلا لقیتو هندن ضاحکا ضاحکتن. دقت دادید؟ نوشته بمونیم. ببینید لقیتو هندن راکبا ضاحکتن. دقت دادید؟ این مثال رو دقت بتید. لقیتو هندن یعنی واخوردم هند را، راکبا ضاحکتن، راکبا هم حال است، ضاحکتن هم حال است. اما راکبا حال کی است؟ بتونم بگم حال هند است؟ نه. چرا؟ زیرا که هند مؤنث است، راکبا مذکر است. پس میگیم که راکبا حال است از ضمیر تو، یعنی واخوردم در حالتی که من سواره بودم، ضمیر تو را حالش است. و ضاحکتن این مؤنث است، پس این حال است از کی؟ از هند. ضاحکتن یعنی در حالتی که هند میخندید. دقت دادید؟ یعنی واخوردم هند را در حالی که من سواره بودم و در حالی که هند میخندید. دقت دادید؟ پس میگوید لقیتو فعل و فاعل، هندن مفعول به، راکبا حال منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. میتونه بگید که حال عن الضمیر عن الفاعل. و ضاحکتن میتونه بگید که حال عن المفعول به و منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. دقت دادید؟ پس این هست حالی که خاصی که است، این راکبا خاص فاعل است، ضاحکتن خاص مفعول به است، زیرا که ضاحکتن مؤنث است، هند مؤنث است. دقت دادید؟ یک بار دیگر این مثال را بخونیم. ولقیت عبدالله راکبا، راکبا مذکر است، لقیتو من واخوردم مذکر هستم، مرد هستم، عبدالله مذکر است، پس راکبا می شود حال فاعل باشد یا حال مفعول به باشد. اما در رکبت الفرس مسرجا، سوار شدم اسب را در حالی که مسرج بود یعنی زین داشت. در اینجا مسرجا حالی کی است؟ حال اسب است، زیرا که آدم را زین نمی کنن، فقط چی را زین میکنن؟ اسب را زین میکنن. پس اینجا دیگه یقین است که مسرج حال است از فرس، حال مفعول به است. خب اکنون بعد از مثال ها را بیان کردن میگوید که ولا یکون الحال الا نکرتن، میگوید که حال نمی باشد مگر اینکه نکیره.
حال نکیره می باشد. دقت دادید؟ مانند چی؟ ببینید رأیت زیدن ضاحکا. ضاحکا حال است، حال نکیره است. الضاحک نمیگیم، الف لامش نمیمونیم، معرفهش نمیکنیم، نکیره است. حال باید نکیره باشد. دقت دادید؟ یا لقیت هندن راکبا. راکبا باید نکیره باشد. الراکبه گفته نمیتونیم، معرفش که نمیتونیم. ضاحکتن همچنین نکیره است. الضاحکه گفته نمیتونیم، باید چی باشد؟ نکیره باشد. این یکم شرط حال. ولا یکون الا بعد تمام الکلام. و حال شده نمیتواند مگر بعد از پره شدن کلام. دقت دادید؟ بعد تمام الکلام، پره شدن کلام. پره شدن کلام یعنی چی؟ یعنی فاعلش را و مفعول بهیش را بگیرد و پره شود، بعد حال می آید. فاعل و مفعول بهیش را بگیرد پره شود، بعد حال می آید. اگر یه آدم بگوید که خب این راکبن حال از لقیتو باشد، نمی شود بگویم که لقیتو راکبن هندن ضاحکتن. میگیم نه. چرا؟ زیرا اینکه حال بعد از تمام کلام می آید، یعنی بعد پره شدن کلام. اول کلام پره میکنیم، بعد حال رو میاریم. یا در این مثالی که گفتیم لقیتو عبدالله راکبن، اگر راکبن حال لقیتو از تو باشد، از ضمیر باشد، پس نمیشود بگویی که لقیتو راکبن عبداللهی. نه. چرا؟ زیرا اینکه حال بعد از پره شدن کلام می آید. دقت بدید که جاء زیدون، این فعل لازم بود. جاء زیدون فعل لازم بود، بعد فاعل راکبن حال ذکر کرد. و رکبت الفرس مسرجا فعل متعدی بود. فعل متعدی بود که مفعول بهی می گرفت. وقتی مفعول بهیش را گرفت، بعد در آخر مسرجا حال بیان کرد. و لقیت عبدالله راکبا به مثل همین مفعول بهی که بود، بعد در آخر چرا بیان کرد؟ حال بیان کرد. حال جاش آخری کلام است، بعد از پره شدن کلام، بعد تمام کلام. یعنی فعل لازم فاعلش بگیره، بعد حال می آید. فعل متعدی باشد مفعول بهیش را بگیرد، بعد حال می آید. مبتدا باشد خبرش میگیرد و بعدش حال می آید. دقت دادید؟ پس را میگم بعد تمام کلام، بعد از پره شدن کلام. این دویم شرطش بوده است. یکمش که حال باید نکیره باشد. دویمش که بعد تمام کلام بیاید، بعد پره شدن کلام. و سوم شرطش چی است؟ ولا یکون صاحبها الا معرفتا. و نمی باشد صاحب حال مگر اینکه معرفه. ذوالحال باید معرفه باشد. ذوالحال کی است؟ ببینید زیدن اینجا در ذوالحال است. ذوالحال یعنی صاحب حال. ذوالحال یعنی چی؟ یعنی صاحب حال. رأیت زیدن ضاحکا. پس زیدن ذوالحال است، معرفه است و ضاحکا حال است و نکیره است. دقت دادید؟ یا لقیتو، این تو ضمیر معرفه کی هست، راکبا حالش شده میتواند. هند معرفه کی هست، ضاحکتا حالش شده میتواند. ذوالحال صاحب حال را میگویند، حال خود کلمه را میگویند. دقت دادید؟ مثلا یک آدم میآید ما را میگوید، دقت بدید، یک مثال دیگر برای نکیره بزنیم. میگوید که مثلا رأیتو رجلا مثلا باکیان. یعنی چی؟ یعنی دیدم مرد رو گریه میکرد، در حال گریه کردی بود. رجلان باکیان. دقت دادید؟ اکنون دقت بدید، رأیتو فعل فاعل است، رجلان مفعول بهی است. آیا میتونیم بگیم باکیان به مثل ضاحکن و راکبن حال است؟ میتونیم؟ نه. چرا؟ زیرا اینکه ذوالحال، ببین اینجا ذوالحال معرفه بود، هندن معرفه بود، رجلان در اینجا نکیره است. نکیره که باشد پس این حال شده نمیتواند. نکیره که هست ذوالحال، این کلمه حال شده نمیتواند. این کلمه را با چی اعراب بکنیم؟ این را ما و شما خواندگی هستیم.
رأیتو فعل و فاعل، رجلا مفعول به، باقیان صفت رجل. این صورت در ما صفت اعرابش میکنیم، حالش نمیگیم. چیش میگیم؟ صفت. دقت دادید؟ رجلا نکره است، باقیان نکره است. رجلا منصوب است، باقیان منصوب است. رجلا مفرد است، باقیان مفرد است. رجلا مذکر است، باقیان مذکر است. پس از 10 چیز 4 چیز رو گرفت. پس چی بوده است این صفت بوده است، نعت بوده است، نه اینکه حال. دقت دادید؟ خب اگر که ما میخواهیم باقیان را حال رجل بکنیم چیکار میکنیم؟ آیا راه دارد؟ بله راه دارد. چیکارش میکنیم؟ این را معرفه میکنیم، میگیم که الرجل. الرجل الف لامش بمان معرفه میشود، باقیان میشود حالش. یعنی دیدم مرد رو در حالتی که گریه میکرد. دقت داده؟ دیدم مرد رو که در حالتی که چیکار میکرد؟ گریه میکرد. پس این 3 شرط بوده است در حال. 3 شرط بوده است. یکمش که باید حال نکیره باشد، چطوری که میبینید همش نکیره است. دویمش که بعد تمام کلام بیاید، چطوری میبینید بعد تمام کلام است. سیمش باید ذوالحال معرفه باشد، چطوری که میبینید همش معرفه است. اگر نکیرش کردیم باقیان در اینجا چی میشود؟ در اینجا باقیان حال میشود و باقیان صفت میشود و نه اینکه حال. خب بعد از این میگوید که همچنین در مثال آوردگی صاحب کتاب هم که و رکیبت الفرس مسرجن، فرس را ببینید الف لام آورده است، معرفه اش آورده است. اگر الف لامش را بگیریم بگیم که رکیبت فرسن مسرجن، در این صورت مسرجن صفت فرس می شود، زیرا اینکه فرس اکنون نکیره کی شد، مسرجن این صفتش می شود، نه اینکه حال. دقت دادید؟ خب این بود مسئله حال. با همین مسئله حال به آخر رسید. پس پنجمین جایی که اسم منصوب می شده است اون چی بوده است؟ اون حال بوده است. میگذاریم به ششمین جایی که اسم منصوب می باشد. ما گفتیم که اسم در 14 جا منصوب می شود. می بینیم که ششم جایی که اسم منصوب است اون چی است؟ صاحب کتاب میگوید که باب التمییزی. باب التمییزی یعنی باب در مسئله تمیز صحبت میکند. تمیز همچنین اسمی منصوب است. اولا تمیز یعنی چی؟ اول مثالش رو بنویسیم تا اینکه برای ما واضح شود که در مسئله چی صحبت کردیم. مثلا من میگویم که اشتریتو، دقت بتید، اشتریتو رطلا مثلا عنبا، رطلا عنبا یا رطلا زیتا، مثلا رطلا زیتا یا رطلا عنبا. اکنون دقت بتید در اینجا چی است؟ اشتریتو رطلا عنبا یعنی خریدم یک پیمانه عنب، انگور. دقت دادید؟ خریدم، اشتریتو خریدم رطلا یک پیمانه. رطل یک پیمانه، مثلا یک سطل بگوید، یک تغاره بگوید، یا مثلا یک چیزی معینه که با اون انگور گرفته، یا که روغن گرفته می شود، یا چیز آبی گرفته می شود. عنبا یا میتونه زیتن بگوید، در جای عنب زیت را بمونید، زیتن. عنبا یا زیتن منصوب می شود به هر صورت. پس میگوید که اشتریتو خریدم رطلا عنبا، یک رطل انگور. اکنون بیایید اعرابش کنیم که حالتهای اعرابی اینها چی است. میگوید که اشتریتو فعل و فاعل است، این ما و شما میدونیم. رطلا رو همچنین میدونیم، این مفعول به منصوب است، علامت نصب الفتحة الظاهره لانه اسم مفرد. اکنون بعد از این عنبا چی است؟ در اعراب چیزش میگوییم؟ اگر ما بگیم که عنب
صفت رطلن هست درست نمی آید. بگوی که رطلن نکره است، عنب نکره است، رطلن منصوب است، عنب منصوب است، رطلن مذکر است، عنب مذکر است. خلاص همین چیزایی که در صفت میگفتیم همون چیزها را بگویی اگر راست نمی آید. چرا؟ زیرا اینکه صفت باید مشتق باشد، عنب مشتق نیست. این کلمه مشتق رو انشاءالله در دروس نحویه یا که در قطر میخونید که صفت باید مشتق باشد، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه. پس میگوید عنبا در اینجا مشتق نیست، مشتق نیست. از این حساب عنب صفت شده نمیتواند. پس عنب رو ما چی بگوییم؟ پس میگه عنب این نامش در اعراب تمیز است. نامش چی است؟ تمیز است. یعنی خریدم یک پیمانه. ببینید چی یک پیمانه؟ یا پیمانه روغن، یا پیمانه انگور، یک پیمانه سیب، یک پیمانه انار، یک پیمانه چی خریدم؟ عنبا انگور خریدم. پس انا همین عنبا تمیز است در اعراب و تمیز همچنین منصوب می شود چطوره که شما می بینید عنبا. دقت دادید؟ خب بیاید اکنون صاحب کتاب رو بخونیم که چی میگوید. میگوید که باب التمییزی، باب در مسئله تمییز صحبت میکند. تمیز چی است؟ میگوید که التمییز یعنی تمیز بیان میکند. میگوید که هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم. تو اینجا به مثل حال شد، دیده؟ اسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذواتی. اگر من الهیئات بگوی حال می شود. من الذواتی، از ذات. دقت دادید؟ یعنی هو الاسم. پس معلوم شد که تمیز باید اسم باشد. حرف و فعل تمیز شدن نمیتواند. یکم شرطش المنصوب، تمیز منصوب می شود به مثل حال. دقت دادید؟ منصوب می شود. المفسر بیان میکند. چی را بیان میکند؟ لمن بهم من الذواتی، آن چیزی که پنهان ماندگی است از ذات. از ذات، یک چیزی مرئی، یک چیزی دیده شده، یک چیزی که میبینیشه، انا همون پنهان ماندگی است. اگر آدم بگوید که خریدم اشترایت رطلن، تو اینجا را بگوید خریدم یک رطل، یک پیمانه چی خریدی؟ از کجا بدانم چی هستون؟ انگور است، سیب است، روغن است، آب است، چی هستون؟ وقتی رطلن میگویی یا زیتون میگویی، پس معلوم میشود که همون یک پیمانه خریدگی تو چی بوده است؟ انگور بوده است یا روغن بوده است. اگر زیتون بگویی پس بیان کرد ذات را. ذات انگور رو میبینی و روغن رو میبینی، ذات رو بیان کرد. اگر تمیز نیاید کلام مفهوم میماند. دقت دادید؟ اکنون صاحب کتاب برای ما و شما میگوید که نحو قولک، مانند سخن تو. چند مثال میدهد. پیش از اون که این مثال ها را بخوانم، اولا این صاحب کتاب در اینجا کتاب مختصر که هست با تفصیل همه چیز رو بیان نمی کند. پس می نویسیم، دقت بتید. التمییز، تمیز به دو قسم تقسیم می شود. این تقسیمات تمیز را در ذهنتان جا کنید. تمیز به دو قسم تقسیم می شود. قسم یکمش تمیزی، دقت بتید، تمیزی از ذاتش میگن. تمیزی چی است؟ از ذات. دقت داده؟ همچنین میگویند تمیزی المفرد. دقت دادید؟ و همچنین میگویند تمیزی الملحوظ، الملفوظ. دقت دادید؟ الملفوظ. پس من چرا این سه تا را یک جا نوشتم؟ زیرا که شاید در یک کتاب ببینید بگه که تمیز ذات، در یک کتاب دیگر میبینید که تمیز مفرد.
در یک کتاب دیگر میبینید که تمیز ملفوظ. پس بگید که تمیز ذات رو ما در آجرومیه خوانده بودیم چی است، اما تمیز مفردش چی باشد، تمیز ملفوظش چی باشد. پس در یادتان بگیرید که هر سه اینها یک چیز است. بعضی صاحبای کتاب ذاتش میگن، بعضی ها مفردش میگن و بعضی ها ملفوظش میگن. یک کلمه است، یک گپ است، یک مقصد است. اکنون تمیز ذات یا تمیز مفرد یا تمیز ملفوظ اینها بعد چی می آیند؟ دقت بتید. می نویسیم یکم جایی که میاد بعد عدد. یکم بعد چی است؟ بعد عدد است. مثالش چی است؟ دقت بتید. مثالش مثلا من میگویم که بعد عدد میگویم که همین اشترایتو رو میارم تا اینکه براتون حفظ کردن آسان شود. اشتریتو یعنی خریدم من. دقت بتید. خریدم من 20 خریدم من 20. خریدم من 20 چی؟ کتاب، قلم، 20 ساعت، 20 تلفن، 20 خانه، 20 ماشین، 20 دفتر. چی خریدم 20 تا؟ پس انا همون چیزی را که 20 تا خریدگی هستیم فقط 20 نه، من فقط عدد رو نوشتم، هر عددی که باشد. وقتی که بعدش میآید، ببینید بعدش میآید که مثلا میگویم کتابن، یعنی 20 دانه چی خریده بودم؟ کتابن. پس انا همین کلمه کتابن در اعراب حکمش چی است؟ حکمش تمیز. دقت دادید؟ کتابن تمیز است. این تمیز ما گفتیم تمیز به دو قسم تقسیم می شود. کدام قسمی تمیز است؟ تمیز ذات، یا میتونید بگید تمیز مفرد، یا میتونید بگید تمیز ملفوظ. این کتابن تمیز ذات است. از کجا فهمیدیم تمیز ذات است؟ بعد عدد آمد. اشتریتو فعل فاعل، 20 مفعول به منصوب علامت نصب علیه لانه ملحق به جمع مذکر سالم. کتابن تمیز است. تمیز چه؟ تمیز ذات یا تمیز مفرد. دقت دادید؟ این یکم مثال. دوم تمیزی که تمیز ذات می شود بعد مساحه بیاید. ببینید دوم بعد المساحتی. بعد چی بیاید؟ بعد مساحه، یک اندازه از زمین، یک اندازه، یک بعد از مساحه. مثلا مانندی چی؟ مانندی باز اشتریتو را میارم. اشتریتو یعنی خریدم من فدانن. دقت بتید. فدانن یعنی خریدم من یک فدان. فدان مثلا بگیرید 1 هکتار زمین. فدان یک اندازه معینی از زمین است. مثلا در ذهنتون بگیرید که فدان یعنی 1 هکتار زمین. خریدم من فدان یعنی 1 هکتار. خریدم من فدان 1 هکتار یا یک مساحه معینه از چی؟ اردن. پس اردن آمد. اشتریتو فعل فاعل، فدانن مفعول به منصوب علامت نصب الفتحة الظاهره. اردن چی است؟ اردن تمیز است. اردن چی است در اعراب؟ اردن رو میگوید تمیز است. و تمیز کدام قسمی تمیز است؟ تمیز ذات یا مفرد یا ملفوظ تمیز است. چرا تمیز ذاتش گفتی؟ زیرا اینکه بعدی مساحه آمد. فدان یک معین مقداری از زمین. دقت دادید؟ یک مقداری از زمین. یا بعد از وزن بیاید یا بعد از چنک بیاید. بعد از چنک بیاید. سیوم. یا میتونیم بگیم بعد از وزن. بعد از چه؟ از بعد الوزنی.
دقت بتید بعد وزن اگر بیاید یا بعد پیمانه بیاید، مثال پیمانه، پس همین رو نوشته کنید اشتریت رطلا عنبا. پس عنب تمیز ذات است. از کجا فهمیدیم؟ از اینه که رطل یک پیمانه است، بعد پیمانه آمد تمیز شد. تمیز چی؟ تمیز ذات. دقت دادید؟ پس این هست تمیز ذات. بیاید مگذره بعد کیلو هم بیاید همین طور است. بعد کیلو مثلا اشتریتو کیلو مثلا تفاحا، خریدم 1 کیلو تفاح. اشتریتو فعل فاعل کیلو میشه چهارم ده بنویسید. اشتریتو فعل فاعل کیلو مفعول به منصوب علامت است الفتحه المقدره. فتحه مقدره میگوید زیرا که مبنی علی السکون است، یا کیلو مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به. تفاحا چی میشه اکنون؟ تمیز میشه. تمیز چی است؟ تمیز ذات است. برای چی؟ به خاطر اینکه بعد وزن آمد. همچنین. خب بعد از این دویم نمودی تمیز، قسم دویمی تمیز میشود، ببینید میشود تمیزی النسبه. دیدید؟ النسبه. یکم میگن تمیز نسبه، تمیز ذات، تمیز نسبه. دقت داده؟ یکمش تمیز ذات، دومش تمیز نسبه. مفرد بگوید چی؟ تمیز مفرد، پس میشود تمیز الجمله. تمیز چی؟ الجمله. اینم همین یک چیز است. یا اگر که بگید که ملفوظ، میگه تمیز الملحوظ. دقت داده؟ پس نسبت تمیز النسبه، الجمله، الملحوظ، هر سش یک چیز است. به مثل که در اینجا گفتیم ذات و مفرد و ملفوظ یه مقصد دارد، در اینجا هم همین طور است. در بعضی کتابا همین طور میارد. یعنی که بگید که اگر بگید که تمیز ذات، میگه تمیز نسبت. اگر بگید تمیز مفرد، میگه تمیز جمله. اگر بگید تمیز ملفوظ، میگه تمیز ملحوظ. دقت داده؟ همین طور در بعضی کتابا ذکر میشه. اما مقصد چون یک چیز است. و اکنون این تمیز نسبت یا تمیز جمله، تمیز ملحوظ به دو قسم تقسیم می شود. این قسماش در یادتان خوب بگیرید. این با همچنین به دو قسم تقسیم می شود. قسم یکمش قسم یکم، تمیز نسبت یا تمیز جمله یا تمیز ملحوظ بگید به دو قسم تقسیم می شود. قسم یکمش چی است؟ قسم یکمش محولش میگن، المحول. و قسم دویمش چی است؟ قسم دویمش غیر المحول. دقت دادید؟ قسم یکمی تمیز نسبت یا جمله یا ملحوظ محول است و غیر محول است. محول چی است؟ دقت بدید. این مسئله، این تقسیم بندی ها بسیار مهم است. یکم تمیز محول، پس میگوید که عن الفاعلی. دقت دادید؟ عن الفاعلی. دویم عن المفعولی. سیوم عن المبتدئی. دقت دادید؟ عن المبتدئی. این نمود تمیزا را تمیز نسبت محولش میگن. محول عن الفاعل، مثالاش می نویسیم. محول عن الفاعل به مثل آنه که من میگویم، دقت بدید، یا خود صاحب کتاب همین چیزها را عن الفاعلش گفتگی هست. پس مثال خودش میخونیم. مثلا یکم نحو قولک تسبب زید عرقا. دقت بدید، تسبب زید عرقا. ببین تسبب زید عرقا.
عرقا. دقت بتید. تسبب زید عرقا یعنی ریخت عرق زید. زید مثلا عرق کرد، عرقش ریخت. تسبب به معنی چی است؟ به معنی ریختن. تسبب ریخت، ریخت زید رو عرقش. ببینید تسبب فعل ماضی است، زیدون فاعل است. عرقا چی است؟ عرقا رو پس میگه تمیز است. ما گفتیم تمیز به دو قسم تقسیم میشه، تمیز ذات، تمیز نسبت. این کدام نمودی تمیز است؟ تمیز نسبت است. ما گفتیم تمیز نسبت محول و غیر محول می شود. پس این تمیز چی است؟ تمیز محول. ما گفتیم محول عن الفاعل عن المفعول عن المبتدا می شود. پس این از محول از چی است؟ از فاعل است. دیدید؟ اصلی کلام چی طور است؟ اصلش بیان کنیم. دقت بدید. اصلی کلام این طور است. تسبب عرق. ببینید عرق زیدین. تسبب عرق زیدین یعنی عرق زید ریخت. ببینید تسبب فعل ماضی مبنی علی الفتح. عرق چی است؟ عرق فاعل تسبب. عرق مضاف، زیدین مضاف الیه. اکنون عرق فاعل کی بود؟ عرق را ما گرفتیم، ما مضاف الیه، زیدین مضاف الیه بود، زیدین آوردیم در جای عرق موندیم، گفتیم تسبب زیدون. اکنون عرق را چطور بیان کنیم؟ نمیشه دیگه عرق هم مضاف الیه کنیم. پس عرق را گرفته تمیزش کردیم، شد تسبب زیدون عرقا. دقت دادید؟ پس عرق محول عن الفاعل است. اصلش چی است؟ فاعل است. دقت دادید؟ پس این دوم محول عن المفعول است. محول عن المفعول، دقت بدید، محول عن المفعول مانند الله در قرآن میگوید فجر و فجرنا الارض عيونا وفجرنا الارض عيونا. دقت دادید؟ یعنی شکافتیم ما زمین را، چشمه هایش را، یعنی از زمین چشمه ها بر آمدن که از اونها آب جاری می شود. دقت بدید. و فجرنا الارض. فجر فعل ماضی مبنی على السکون لاتصال بضمیر رفع المتحرک، و نا ضمیر متصل مبنی على السکون في محل رفع فاعل. الارض مفعول به. عیونا چی است؟ عیونا تمیز است. اکنون دقت بدید، عیون تمیز باشد. ما گفتیم تمیز ذات می شود، تمیز نسبت می شود. پس عیون تمیز چی است؟ تمیز نسبت است. ما گفتیم تمیز نسبت محول و غیر محول می شود. عیونا تمیز چی است؟ تمیز محول. محول عن الفاعل عن المفعول عن المبتدا. پس عیونا معلوم است که عن المفعول هست. پس اصل کلام چی طور است؟ بیرون از قرآن. مثلا یک کسی دیگر همین سخن رو بگوید، اصل کلام به این طریق است. دقت بدید. فجرنا عیون الارض. دقت دادید؟ فجرنا عیون الارض. فجرنا چطور گفتیم فعل و فاعل است، عیون چی است؟ مفعول به است. عیون مضاف است، ارضی مضاف الیه است. پس ما عیون مفعول به را گرفتیم، در جایش مضاف الیهش ماندیم. پس گفتیم و فجرنا الارض و فجرنا الارض مفعول به و فجرنا الارض. اکنون عیون بگیم، ما شکافتیم زمین رو. شکافتیم از روی چی؟ یعنی چرا شکافتیم؟ مقصد چی است؟ بیان میکند که عیونا چشمه هایش را. پس این عیون را آوردیم چیکار کردیم؟ تمیز کردیم و شد که فجرنا الارض عیونا. اکنون عیونا چی بود است؟ تمیز چی است؟ محول عن المفعول.
دقت دادید؟ این محول عن المفعول است. و سیوم محول عن المبتدا است. مانند چی؟ مانند دقت بدید، مانند مثلا میگویم مالی، یا که میگویم که انا اکثر منك، انا اکثر منك مالا. دقت دادید؟ انا اکثر منك مالا یعنی چی؟ یعنی من بسیارتر از تو مال دارم. انا اکثر منك مالا یعنی من بسیارتر از تو مال دارم. انا مبتدا هست، اکثرو چی است؟ اکثرو خبر هست، منک جار و مجرور، مالن چی است؟ مالن تمیز است. دقت دادید؟ تمیز است. اکنون تمیز چی است؟ تمیز ذات یا تمیز نسبه یا تمیز جمله؟ میگوید تمیز نسبت است. محول یا غیر محول؟ پس میگوید محول است. محول است چی است؟ از مبتدا است. پس انا اکثر منک مالا در اصل کلام این طریق است. دقت بدید، در اصل که مالی، ببینید مالی اکثر من مالک، اکثر من مالک یعنی مال من بسیارتر است از مال تو دیده. مالی در اینجا همچنین میگید مبتدا، مالی مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهور اشتغال المحل بحرکت المناسبه. مالی این مال مضاف یا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیه. اکثر خبر، مالی مبتدا اکثر خبر، من مالک جار و مجرور، من حرف جر، مالی اسم مجرور، مال مضاف که ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه. دقت دادید؟ پس این از اعرابش. اکنون چیکار کردیم ما؟ مالی مبتدا بود، مال گرفتیم، وقتی مال گرفتیم یایی ضمیر متصل موندک، یا ضمیر متصل در جاش ضمیر منفصل میمونیم. این مالی یعنی مال من، مال گرفتیم منی تنها موند، من ضمیر منفصل شمیاره میگیم چی؟ انا. این یا میشود من، این انا میشود من. پس میگیم انا در جای یا، برای مبتدا را گرفتیم، مضاف گرفتیم، پس میگیم انا اکثر منک مالا. اکنون مبتدا را ما برده چیکار کردیم؟ تمیزش کردیم. این اکنون میگن تمیز چی؟ تمیز محول عن المبتدایی، یعنی اصلش این مبتدا بود مالا، اصل مالی اکثر من مالک است، مالی اکثر من مالک، مالی اکثر منک، مال من بسیارتر است از مال تو ده. دقت دادید؟ پس این هست. از این حساب اینها را محولش میگن، یعنی که تغییر داده شده، گردانده شده از فاعل یا از مفعول یا از مبتدا. پس این یکم قسم چی بود؟ یکم قسم تمیز نسبت. اکنون غیر محول در اینجا مثالش را نوشته میکنیم، دقت بدید. غیر محول مانند چی؟ غیر محول مانندی ببینید امتلأ الدلو، امتلأ الدلو مثلا میگویم ماءن. دقت دادید؟ امتلأ الدلو ماءن یعنی پر شد سطیل، چی پر شد؟ آب پر شد، پر شد سطیل آبش. دقت دادید؟ پس میگویم امتلأ فعل ماضی، الدلو فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. اکنون ماء چی است؟ ماءن تمیز است. تمیز ذات است یا تمیز نسبت؟ میگه تمیز نسبت محول است یا غیر محول؟ پس میگوید غیر محول، یعنی ماءن در اصل نه فاعل بود،
نه مفعول بهی بود نه مبتدا. این معان همین طور ساختش است. پس را میگوید که تمیز نسبت غیر محول. تمیز نسبت چی؟ غیر محول. معان تمیز است، تمیز نسبت غیر محول است. دقت دادید؟ پس امتلأ الدلو معان تمیز است. یک آدم بگوید که تمیز ذات است، نگاه میکنیم پیش خودش عدد نیست، مساحه نیست، وزن نیست، چنک نیست، پس میگیم نه این شده نمیتواند تمیز ذات یا تمیز مفرد شده نمیتواند. دقت دادید؟ پس این هست اقسام تمیز. اینها را میگویند قسم های تمیز و این تفصیلات را در کتاب‌های بعدی به تفصیل بعد میخونندش. اما حالا اگر اینها را حفظ کردید دیگه در اونجا که رفتید براتون بسیار آسانتر میشود، یا که بعضی سخنان دیگر کس اونها را بعد در اونجا حفظ میکنید. خب اکنون بیاید میخونیم صاحب کتاب چی میگوید، مثالش میخونیم. میگه که نحو قولک، در تمیز یک مثال میارد، میگه که تسبب زید عرقا، یعنی عرق زید ریخت. عرق زید ریخت یعنی در گرمی عرقش ریخت. دقت دادید؟ تسبب زیدون تمیز چی است؟ تمیز ذات. میتونید تمیز مفردش بگید. معذرت میخوام، تمیز ذات نیست، تمیز نسبت است. محول از چی است؟ از فاعل است. تسبب زیدون عرقا اصلش چی بود؟ تسبب عرق زیدین بود. دقت دادید؟ این یکم. دوم و تفقع بکر شحمن، یعنی بسیار شد، زیاد شد بکر از روی روغن، یعنی روغنش بسیار شد. یعنی چی؟ یعنی فربه شد. زید بکر فربه شد. دقت دادید؟ تفقع فعل ماضی، بکرون فاعل، شحمن چی؟ تمیز است. تمیز چی است؟ تمیز محول، تمیز نسبت محول. محول از چی است؟ از فاعل. به مثل تسبب زید عرقا میگه که اصلش تفقع شحم بکرین بود. شحم فاعل بود، بکرین مضاف الیه. اما مضاف الیه جای فاعل بردیم و فاعل خودش تمیزش کردوندیم. دقت دادید؟ پس شد محول عن الفاعل، تمیز محول عن الفاعل. و سوم مثالش طاب محمد نفسا، یعنی خوش شد، پاک شد محمد نفسش، از روی نفس. دقت دادید؟ پس نفسا در اینجا تمیز است. طاب فعل ماضی، محمدون فاعل، نفسا تمیز است. پس در اینجا همچنین نفسا محول عن الفاعل است. اصلش چی است؟ اصلش طابت نفسو محمدین است. طابت فعل ماضی مبنی علی الفتح و تا علامت التانیث، در که نفسو مؤنث است. نفسو فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره و محمدین و نفسو مضاف، محمدین مضاف الیه. دقت دادید؟ پس این رو ما مضاف الیه جای فاعل آوردیم و فاعل رو تمیز گرداندیم، شد طاب محمدون نفسا. دقت دادید؟ بعد از این و اشتریت 20 غلاما، خریدم 20 دانه غلام، 20 غلام خریدم. پس این عددی که بعد از عدد بیاید گفتیم بعد از عدد تمیز منصوب می شود، از 11 تا 99 است. یادتون بگیرید از 11 عدد 11 تا عدد 99 تمیز منصوب می شود و تمیزی از 11 پایانش جمع مجرور است، از 100 بالاش همچنین صدها همچنین چی هستند؟ صدها همچنین تمیزاشان مجرور می شوند، مفرد مجرور. و اینها را انشاءالله در جای خود در عدد خواهیم خواند. خب میگوید که و اشتریت 20 غلاما، خریدم 20 دانه غلام. مثلا بگوید که اشتریت فعل و فاعل و 20 مفعول به منصوب علامت نصب علیه لانه ملحق به جمع مذکر سالم. غلاما چی است؟ غلاما تمیز است. تمیزی چی است؟ تمیز ذات یا تمیز نسبه؟ میگوید تمیز ذات. چرا؟ زیرا که بعد از عدد آمده است. 20 20 بعد عدد که آمد پس می شود چی؟ تمیز ذات، تمیز مفرد یا ذات. بعد از این میگه و ملکت 90 نعجة، یعنی صاحب شدم 90 بز را، 90 بز، صاحب 90 بز شدم، یعنی 90 تا بز گرفتم. یا مثلا خروفن صاحب 90 گوسفند شدم، یا بقرتن صاحب 90 گاو شدم. اکنون و ملکت فعل و فاعل 90 مفعول به منصوب علامت النصب الیا لانه جمع مذکر سالم.
ملحق به جمع مذکر سالم. نعجتن چی است؟ نعجتن در اینجا تمیز است. تمیز چی است؟ تمیز ذات است، بعدی عدد آمدگی است. بعد از این میگوید که و زید اکرم منک ابا، یعنی زید با اکرامتر است از تو دیده از روی نسب. ابا یعنی از روی پدرش، یعنی که از روی نسبش از تو دیده بالاتر است، با اکرامتر است، با احترامتر است. پس و زیدون مبتدا است، اکرمو اسم تفضیل خبر است، منک جار و مجرور متعلق به اکرم. ابن چی است؟ ابن در اینجا تمیز است. این تمیز بعد اسم تفضیل است. انشاءالله در کتاب بعدی میخونیم بعد اسم تفضیل دو وجه خوندن جایز است، اگر که نکره باشد یا مضاف الیهش میخونیم یا تمیزش میخونیم که را انشاءالله در جای خودش بعد میخونیم. فقط حالا در یادتون بگیرید که ابن در اینجا تمیز است. و اجمل منک وجها و اجملو یعنی که و زیدون اجمل منک مبتدا، این واو عطف شد در جای و اجملو عطف است در جای اکرمو. عطف است در جای چی؟ در جای اکرمو. و اجمل منک وجها با زیدون مبتدا است میگوییم، یا که میگوییم که اجملو عطف است در جای اکرمو، زنی که اکرمو خبر بود، اجملو همچنین اکرم خبر شد. منک جار و مجرور متعلق به اجملو، وجها روی، یعنی که و زیدون اجمل منک وجها، یعنی زید زیباتر است از تو دیده از رویش، یعنی در جمال بالاتر و زیباتر است، جمالش زیباتر است. دقت دادید؟ یعنی فسانیش خوشروگیش از تو دا بالا است، زیباتر است. اکنون وجها همچنین چی است؟ تمیز است. این هم بعدی چی آمده است؟ بعدی اسم تفضیل. و چطور گفتیم بعد اسم تفضیل اگر فاصله بیاید و اون همچنین چی خوانده می شود؟ یا تمیز یا که فاعلی اسم تفضیل هم خوانده می شود، اونها در جاش خوانده می شود، اونها در جاش ان شاء الله خوانده می شود. در اینجا در تمیزای ما بعد اسم تفضیل فاصله است، منک در بینشان است، اکرمو ابن، اکرمو منک در بینشان است. از این حساب این را دو وجه خواندنش جایز است، یا که حالت ها دارد ان شاء الله در بعد خواهیم خواند. اینجا خلاصه همین است که ابن وجها هر دش تمیز هستند. هر دش چی هستند؟ تمیز هستند. بعد از این میگوید که ولا یکونو الا نکرتن، ولا یکونو الا نکرتن، یعنی تمیز نمی باشد مگر اینکه نکره. تمیز به مثل حال نکره است. عنبن العنبش بگو نمی شود، کتابا الکتاب نمی شود، ارضا ماء عرقا عیونا مالا، همش نکره است. دیدید؟ همش نکره است. تمیز به مثل حال نکره می شود. یکمش ولا یکون الا بعد تمام الکلامی، و نمی باشد مگر اینکه بعدی پره شدن کلام، یعنی تمیز بعد از پره شدن کلام می شود. اشترایت و رتلا فعل و فاعل مفعول بهیش را گرفت بعد تمیز می آید. دقت دادید؟ یا که مثلا تسبب عرق زیدین، تسبب زیدون، فعل فاعلش را گرفت بعد چی می آید؟ بعد تمیز می آید. بعد تمام الکلام را در حال بیان کردیم، یعنی که فعل لازم باشد اگر فاعلش را بگیرد بعد تمیز می آید، فعل متعدی باشد اگر فاعل و مفعول بهش را میگیرد بعد در آخر تمیز می آید. مبتدا بیاید، خبر می آید، بعد تمیز می آید. چطور گفتیم؟ انا اکثر منک مالا، انا مبتدا اکثر خبر، مالا در آخر چی شد؟ تمیز شد. دقت دادید؟ بعد مبتدا خبر بیاد، بعد یعنی مبتدا خبرش رو میگیرد، بعد خبر بعد تمیز می آید. پس این شرطای چی بوده است؟ شرطای تمیز. پس این هست مسئله تمیز. مسئله تمیز هم همچنین با آخر رسید. میگذاریم به بعدش که صاحب کتاب چی میگوید. بعد از این صاحب کتاب برای ما و شما باب الاستثنائی، باب در مسئله استثناء صحبت میکند. باب الاستثنائی یعنی باب در مسئله استثناء است. این باب در مسئله استثناء را یعنی هفتمین منصوبات می شود. این را بهتر و خوبترش به درس بعدی، به درس 14 میگذاریم، زیرا اینکه این مسئله بسیار مهم است و مسئله بسیار لازمی است که در بسیار جایها می آید، یا از بسیار طالب علم ها و عربی خوان ها در این مسئله
خطایی رخ میدهد. از این حساب ایراد درسی خاصش کنیم یا درس بعدی در بمونیم، باز دوامش انشاءالله خواهیم خواند. در درس آینده انشاءالله استثناء رو خواهیم گرفت. پس ما شما در این درس 13 دو منصوبات رو گرفتیم. یکمش چی بود؟ یکمش حال، دویمش چی بود؟ دویمش تمیز. حال و تمیز. پس حال پنجمین حالتی نسب اسم است، تمیز ششمین جایگاهی که اسم منصوب می شود. اکنون تا به حال از 14 منصوبات اسم ما شما 6 تاش را گرفتیم. انشاءالله هفتمش را درس 14 خواهیم گرفت. بارک الله فیکم. درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.